فهیم دشتی و عبدالودود ذره معروف به گنرال ودود خواهرزاده احمدشاه مسعود دو چهره معروف جبهه مقاومت ملی افغانستان به شهادت رسیدند. فهیم دشتی سخنگوی احمد مسعود بود که در پی روی کار آمدن جبهه مقاومت ملی افغانستان راهبری دفتر مطبوعاتی آن را داشت. هر دو زمان به شهادت رسیدند که پس از ادای نماز عصر از خانه فهیم دشتی که یکی از مهمانخانه‌های جبهه آنجا هنوز از زمان مقاومت اول تحت راهبری احمدشاه مسعود وجود دارد بیرون می آمدند. هر دو سوار یک ماشین سرخ روان بودند که تیر هاون به ماشین اصابت کرد و آنها را شهید ساخت. گفت منبع پشت این حمله کی هست؟ حالا دو فرضیه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میباشد. یک فرضیه این است که گلوله توپ طالبان از جای نامعلوم به ماشین برخورده است. فرضیه دوم این حمله را کار دستی طالب‌های خودکش ارزیابی میکند که خود را به اسارت نیروهای جبهه متحد افکنده در فرصت مناسب در نزد ماشین حامل دشتی و ذره انفجار دادند.